و از این باب شروع کنیم. چی نمیداند که اگر مثلا یه قاتلی در یکی از این طوایف تیره ها باشه، شماها نمیشناسیدش و شماها نمیتونید گوششو بگیرید تحویل قانونش بدید. هر کی میگه اینجوری نیست، یا بلوچ را نمیشناسید، یا طوایف را نمیشناسید، یا سرداران را نمیشناسید، یا متنفذین را نمیشناسید. حالا از شانس خوب یا بدتون من میشناسم. ببینید دوستان عزیز من، وقتی طایفه و سران طایفه و سرداران طایفه نقش میخوان بیافرینن، یکیش اون زمانه که افراد اون طایفه باور اصلیشون این باشد اگر خلافی بکنن توسط خود طایفه تحویل قانون داده میشه. اگر این اتفاق بیفتد که در خیلی از جاها میفتد، اون طایفه کل طایفش جزو طایفه های نیکنام، خوشنام و پاکنام میشه. اینجوری اگر بشه شما خودتون یک دیوار جدایی بین خودتون و طایفه بستید. اون کسی که دیوار جدایی بین خودش و طایفش میبنده چگونه میخواد دیوار وصل بین طایفه خودش و نظام و حکومت شامل همه دستگاه، چه سپاه، چه ارتش، چه انتظامی، چه دوایر دولتی مثل فرمانداری یا دوستانمون در واحدهایی که خدمت میدن بذاره؟ نمیشه که. پس از امروز بایستی با هم یه چند تا عهد و پیمان ببندیم.